سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. مژگان هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. در این ویدیو آموزش کامل این مدل دمپایی‌ها رو تماشا میکنید که من برای بافت این دمپایی‌ها از نخ تیشرت یا همون نخ تریکو بافی استفاده کردم. برای رویه دمپایی از یک مدل بافت استفاده کردم که فرق لنگه چپ و راستش در این هست که برای لنگه سمت راست این قسمت از سمت راست به سمت چپ هست، پس این برای پای راسته و برای لنگه سمت چپ این قسمت بافت از سمت چپ به راست هست. خب این دمپایی رو من برای سایز 38 تا 40 بافتم، یعنی این دمپایی اندازه سایز 38, 39 و 40 میشه. اینجا رو متر میزنم. این قسمت 25 سانتی متره. این قسمت اینجا 10 سانتی متره. اینجا هم 8 سانتی متره. در ویدیو کامل و مفصل توضیح دادم. پس بریم با هم دیگه آموزشش رو شروع بکنیم. امیدوارم که استفاده بکنید و لذت ببرید. نخی که من استفاده میکنم همونطوری مثل نخهای قبلی که استفاده میکردم، یک مقدار اینطوری باید بکشم و از هم باز بکنم. حتما همین کار رو باید انجام بدید برای همه نخهایی که استفاده میکنید. اینطوری باید باز کنید که هم نخ کمتری استفاده بشه و هم بافتتون قشنگتر بشه. از قلاب 6.5 میلیمتر استفاده میکنم و همچنین به چند تا علامت گذار هم احتیاج دارم. نخی که من استفاده میکنم همون نخ تیشرت هست یا همون تریکو بافی که در ایران مرسوم هست. نخ رو دستم میگیرم، ابتدای کار یه دونه گره میزنم. این صورت شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 20 تا زنجیره زدم. مترش میزنم 19 سانتی متره. من میخوام این دمپایی رو برای شخصی ببافم که کف پاش حدوداً 25 سانتی متره. 25 سانتی متر رو منهای 25% میکنم، حدوداً میشه 19 سانتی متر و تعداد زنجیره هایی که ابتدا میزنم باید حدوداً 19 سانتی متر باشه. پس برای همه کفی ها باید بیاید این کار رو انجام بدید. ابتدای کار یه دونه زنجیره جا میذارم و از این 20 تا زنجیره یک زنجیره کم میشه و میشه 19 تا زنجیره. بعد 19 تا زنجیره رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه 9.5 زنجیره. حالا روندش میکنم، 10 تا زنجیره برای قسمت زیر پاشنه در نظر میگیرم و 9 تا زنجیره برای قسمت جلوی دمپایی در نظر میگیرم. خب یک زنجیره جا میذارم، از داخل زنجیره بعدی رد میکنم، نخ رو میگیرم میکشم بالا و میخوام پای کوتاه ببافم. نخ رو میگیرم و از داخل این دوتا رد میکنم. این پای کوتاه اول رج میشه. ببینید روی پای اول علامت گذار نمیذارم. روی این زنجیره‌ای که جا گذاشته بودم علامت گذار ابتدای رجم رو میذارم. روی این 10 تا زنجیره باید پای کوتاه ببافم. این یکیش بود. 2 3 4 10 تا پای کوتاه رو بافتم. الان اینجا 9 تا زنجیره دارم. خب الان از اینجا به این ترتیب می بافم. روی این 9 تا زنجیره. روی اولین زنجیرش یه دونه پای ساده می بافم. نخ رو می گیرم، از داخل اینجا رد می کنم. نخ رو می گیرم می کشم بالا. 3 تا نخ دارم و نخ رو از داخل 3 تا رد می کنم. این میشه پای ساده. روی این پای ساده علامت گذار می ذارم. مابقی رو پای بلند می بافم تا زنجیره آخر. روی اینجا نخ رو می گیرم، از داخل اینجا رد می کنم. نخ رو می کشم بالا. 3 تا نخ دارم. اول این 2 تا حلقه رو می گیرم. 2 تا حلقه دیگه دارم. نخ رو می گیرم، از داخل اینجا رد می کنم. این میشه پای بلند. روی بعدیم پای بلند می بافم. روی بعدیم همینطور. یه دونه پای ساده زدم، بعد اینجا 7 تا پای بلند بافتم.
پس 7 تا زنجیره اینجا با این یه زنجیره میشه 8 تا. 8 تا از زنجیره ها رو به این ترتیب بافتم. الان داخل زنجیره آخر، گندمی آخر، میام 3 تا پای کوتاه میبافم. پس داخل زنجیره آخر به این ترتیب باید بافته بشه. 3 تا پای کوتاه میبافم، از داخل زنجیره رد میکنم، نخ رو میگیرم و پای کوتاه بافته میشه. دوباره داخل اینجا میخوام یه دونه پای کوتاه ببافم. ببینید الان از داخل اینجا رد نمی کنم. این گره‌ای که ابتدای رج زده بودم، این گره، از داخل این گره رد میکنم و یه دونه پای کوتاه میبافم. خب بعد دوباره از داخل اینجا رد میکنم و یه دونه پای کوتاه میبافم. این نخ اینجا هم باید اینطوری بالای بافتم بذارم که بره لابلای بافتم. از اینجا رد میکنم و پای کوتاه میبافم. ببینید اینجا 3 تا پای کوتاه بافتم. این 3 تا پای کوتاه رو باید بدونید کجا هست. اگه فراموش میکنید میتونید اولی و آخری رو علامت بزنید. خب ببینید این نخ هم همینطوری باید بذارم لابلای بافتم و از اینجا همین ترتیبی که اینجا بافته بودم اینجا هم بافته میشه. یعنی ببینید اینجا که پای بلند هست این قسمت پای بلند بافته میشه. 7 تا پای بلند بافته میشه، بعد این قسمت یه پای متوسط و اینجا پای کوتاه بافته میشه. نخ رو میگیرم و انتهای این پای بلند اینجا از داخل اینجا، ببینید از اینجا رد میکنم، این نخم لابلای بافتم هست و نخ رو میگیرم میکشم بالا و پای بلند میبافم. از داخل این دوتا رد میکنم، از داخل این دوتا هم رد میکنم. خب بعد داخل بعدی ببینید از این قسمت اینجا انتهای این پای بلند رد میکنم، از اینجا و پای بلند بافته میشه. 2 تا پای بلند، از اینجا 3، این 7 تا پای بلند اینجا رو بافتم دقیقا مثل این قسمت و ببینید اینجا که پای ساده زده بودم اینجا هم پای ساده بافته میشه. نخ رو میگیرم، از داخل اینجا رد میکنم، 3 تا نخ دارم، از داخل 3 تا رد میکنم و مثل این سمت این پای ساده اینجا رو یه دونه علامت گذار میذارم روی این قسمت. خب ببینید الان اینجا باید پای کوتاه بافته بشه و به تعدادی که اینجا پای کوتاه بافتم انتهای هر پای کوتاه ببینید این قسمت ها پای کوتاه بافته میشه. 10 تا پای کوتاه میبافم، از داخل اینجا رد میکنم، پای کوتاه بافته میشه. از اینجا و 2 تا. این 10 تا پای کوتاه اینجا هم بافتم. پس رج اول به همین ترتیب بافته شد. الان به این قسمت رسیدم. این زنجیره که ابتدای رج جا گذاشته بودم و این علامت گذار رو بر می دارم. ببینید این قسمتش، این قسمت زنجیره اینجا رو می گیرم و یه دونه پای کوتاه اینجا بافته میشه به این صورت و دوباره اینجا رو علامت میذارم. این پای کوتاهی که الان بافتم روش علامت گذار میذارم. خب الان میخوام رج دوم رو شروع بکنم. برای رج دوم به این ترتیب میبافم که روی اولین پایه 2 تا پای کوتاه میبافم. اینجا هم خب میخوام بزرگتر بکنم. گندمی روی پایه رو میگیرم، نخ رو میگیرم میکشم بالا و یه دونه پای کوتاه میبافم. دوباره از داخل همینجا رد میکنم و یه دونه پای کوتاه میبافم. روی این پای کوتاه 2 تا پای کوتاه بافتم. پس این رو 2 تایی کردم. روی بعدی یه دونه پای کوتاه میبافم. ببخشید باید پای کوتاه ببافم. اینطوری نخ رو میگیرم و پای کوتاه بافته میشه. روی بعدی 2 تا میبافم و 2 تاییش میکنم. 1، دوباره از داخلش رد میکنم، 2. به این صورت. بعد دیگه روی این پای کوتاه بافته میشه تا اینجا که علامت گذار گذاشته بودم. تا اینجا پای کوتاهم رو بافتم. یه دونه پای کوتاه قبل از این پای ساده رو جا گذاشتم و الان یک پایه میام عقب‌تر، یعنی روی این پای کوتاه اینجا پای سادم رو میزنم. نخ رو میگیرم و اینجا
روی این پایه کوتاه یه دونه پایه ساده میبافم به این صورت. علامت گذار روی پایه ساده رو برمیدارم. این قسمت اینجا که پایه ساده بود علامت گذار گذاشته بودم، پایه بلند میبافم. نخ رو میگیرم، از داخل اینجا رد میکنم و از این دوتا و از این دوتا و روی بعدی هم همینطوری پایه بلند میبافم. 3 پس یه دونه پایه ساده زدم و 7 پایه بلند. خب ببینید الان یه دونه پایه بلند اینجا هست و این 3 تا پایه کوتاهی که اینجا زده بودم. الان ببینید من میخوام اینجا رو 2 تایی بکنم. میخوام الان اینجا 2 تا پایه کوتاه بزنم، ولی اولش برای اینکه میخوام از پایه بلند برم پایه کوتاه، پایه ساده میزنم تا اینجا یه حالت جمع شدگی پیدا نکنه و صافتر بشه. نخ رو میگیرم و روی این پایه بلند اینجا یه دونه پایه ساده میبافم. بعد میخوام 2 تا داخل این ببافم. پایه ساده‌ام رو که بافتم، پایه کوتاه کنارش میبافم. ببینید از داخل همینجا رد میکنم و پایه کوتاه میبافم. ببینید این 2 تایی شد. اولیش پایه ساده شد، بعد پایه کوتاه و داخل این اولین پایه کوتاه اینجا روی اینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. قلابم رو رد میکنم، میکشم بالا، یکی، دوباره از داخل اینجا 2 تا. 2 تایی شد. روی اینجا هم 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. اینجا 6 تا پایه بافتم و روی این پایه ساده‌ای که اینجا بافتم یه دونه علامت گذار میذارم. این قسمت، این پایه ساده اینجا. این کفی برای سمت راست هست، پای سمت راست و باید قسمت شستش بلندتر باشه. این قسمت برای 4 تا انگشت کناری هست، این قسمت برای انگشت شست هست. ببینید سمت راست انگشت شست اینجا میافته و اینجا رو که پای کوتاه زدم اینجا باید پای بلند زده بشه. حالا برای شروع پای بلند ها اولش باید پای ساده بزنم، دقیقا مثل همینجا که انجام دادم. نخ رو میگیرم و از داخل اینجا رد میکنم، یه دونه پایه ساده میبافم. پایه ساده رو که داخل اینجا بافتم کنارش پایه بلند میبافم. 2 تایی میکنم اینجا رو. نخ رو میگیرم، میکشم بالا، از داخل این 2 تا رد میکنم، از این 2 تا هم رد میکنم. پس اولش پایه ساده، بعد یه دونه پایه بلند. داخل این 2 تا هم هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافم. داخل اینجا یکی پایه بلند، دوباره از همینجا رد میکنم، 2 تا. 2 تا بافتم، داخل اینجا هم 2 تا بافته میشه، یکی و 2 تا. این 2 تا پایه بلندی که اینجا بافتم، داخل اینجا 2 تا پایه بلند بافتم. روی اولیش یه دونه علامت گذار میذارم به این صورت. بعد دیگه روی این پایه ها پایه بلند بافته میشه تا اینجا که علامت گذار گذاشتم. اینجا برای من 5 تا پایه بلند شد، بافتمشون و علامت گذار رسیدم که روی پایه ساده رج قبلی زده بودم. علامت گذار رو برمیدارم و روی اینجا هم پایه بلند زده میشه و پایه سادم میره این سمت، دقیقا مثل همون سمت که انجام دادم. پایه سادم رو انتقال دادم روی این پایه کوتام، اینجا هم همین کار انجام میدم. پس روی این پایه ساده پایه بلند بافته میشه و روی این پایه کوتاه پایه ساده می بافم به این صورت. بعد دیگه اینجا روی هر کدوم از این پایه ها پایه کوتاه بافته میشه تا این قسمت ها. روی اینا پایه کوتاه می بافم. 2 7.
ببینید تا اینجا 7 تا پای کوتاه بافتم. اینجا رو علامت گذار گذاشته بودم، 2 تا پای قبلش رو جا گذاشتم و روی اولی 2 تا پای کوتاه میبافم، روی این یه دونه میبافم. پس یه دونه دوتایی میشه. پای کوتاه باید ببافم، ببخشین. از اینجا رد میکنم، نخ رو میگیرم، پای کوتاه میبافم. از داخل اینجا دوباره رد میکنم و پای کوتاه میبافم. ببینید اینجا رو دوتایی کردم. روی آخرین پای کوتاه یه دونه پای کوتاه بافته میشه. خب به ابتدای رج رسیدم. اینجا رو برمیدارم علامت گذار رو و روی این پایه هم 2 تا پای کوتاه میبافم. یه دونه و 2 تا. ببینید اولین پای کوتاهی که اینجا بافتم، از این 2 تا اولی رو علامت گذار میذارم. الان میخوام رج بعدی رو شروع کنم. تو رج بعدی میخوام کلش رو پای کوتاه ببافم. از همینجا باید شروع کنم تا اینجا که علامت گذار گذاشتم پای کوتاه ها باید بافته بشه. ببینید الان روی اولی یه دونه پای کوتاه میبافم و روی دومی این 2 تایی هست. ببینید رج قبلی داخل اینجا 2 تا پای کوتاه بافته بودم و اینجا 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 و 2. روی اون 2 تاییه وسطش 2 تا پای کوتاه بافته میشه. از اینجا رد میکنم و بافته میشه به این صورت. دیگه روی همه پایه ها یه دونه پای کوتاه میبافم تا به علامت گذار سبز رنگ برسم. پس روی همه دیگه پای کوتاه بافته میشه. هر پایه یه دونه پای کوتاه بافتم تا اینجا که علامت گذار گذاشته بودم. اینجا که 2 تایی هست، یه پای ساده، یه پای کوتاه. علامت گذار اینجا رو برمیدارم، روی اینجا که علامت گذار بود یه دونه پای کوتاه میبافم و روی بعدیش 2 تا پای کوتاه بافته میشه. داخل اینجا رد میکنم و دوباره از اینجا رد میکنم، 2 تا بافته میشه. و دیگه روی هر کدوم از اینا پای کوتاه میبافم تا به این علامت گذار برسم. پای کوتاه ها رو بافتم تا اینجا، به علامت گذار اینجا رسیدم. ببینید آخرین 2 تایی که اینجا پای بلند بافتم. علامت گذار اینجا رو برمیدارم و روی همینجا که علامت گذار بود 2 تا پای کوتاه بافته میشه. پس یه دونه 2 تایی میبافم، دوباره از همینجا رد میکنم و به این صورت بافته میشه. و روی بعدی وسط این 2 تا یه دونه پای کوتاه میبافم و روی بعدیش 2 تا پای کوتاه بافته میشه. 1 و 2. خب ببینید این قسمت هم به این ترتیب بافتم و اضافه کردم پایه و دیگه روی همه اینا پایه کوتاه بافته میشه تا این قسمت انتهای رج. پس روی همه پایه کوتاه بافته میشه. پایه کوتاه ها رو بافتم تا این قسمت. 2 تا پایه قبل از ابتدای رج جا گذاشتم و روی اینجا 2 تا پایه کوتاه بافته میشه. ببینید رج قبلی روی اینجا 2 تا بافته شده و وسط اینجا هم دوباره 2 تا میبافم. 1 و 2. روی پایه آخرم یه دونه پایه بافته میشه. اینجا ابتدای رج هست، علامت گذار این قسمت ابتدا برش میدارم، نخم رو قیچی میکنم. علامت گذارم اینجا بود و اینجا ببینید 2 تایی هست. از داخل دومی پایه دومی باید رد کنم، به هم دیگه وصل کنم. این رو میکشم بیرون، از اولی نه از دومی، از این گندمی اینجا رد میکنم، نخ اینجا رو میفرستم پشت. میخوام به این آخرین گندمی وصل کنم. این گره پشت رو میگیرم، از داخل این گندمی رد میکنم. ببینید از وسط گندمی در آوردم. این نخ رو میگیرم و از این 2 تا رد میکنم. این قسمت ابتدای رجم این شکلی میشه و کاملا یک دست میشه. خب ببینید پس این کفی رو من بافتم. قشنگ باید مرتبش بکنم. میتونم آب اسپری کنم، قشنگ باز کنم یا اینکه بخارش بدم. این برای پای راست هست و این قسمتش بزرگتر هست برای انگشت شست.
پس وقتی میگم کفی سمت راست باید به این ترتیب باشه، یعنی انگشت شست باید اینجا بیفته و اینجا پایه بلند بافته شده. برای کفی سمت چپ هم به همون ترتیب اومدم زنجیره زدم، 20 تا زدم، بعد یکی جا گذاشتم برای 19 تا زنجیره به همون ترتیب بافتم و اونجاها هم که باید علامت بزنم علامت گذار گذاشتم، یک رج کامل، یک دور کامل و الان به ابتدای رج رسیدم. پس رج اول دقیقاً مثل کفی سمت راست بافته میشه. اینجا که علامت گذار گذاشتم علامت گذارش رو برمیدارم و روی اینجا یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. اینجا هم علامت گذار میذارم. این قسمت دقیقاً مثل کفی سمت راست بافته میشه، فقط تفاوتش در این قسمت هست. روی پایه اول 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. روی بعدی یکی میبافم، روی بعدی 2 تا بافته میشه، دقیقاً مثل سمت راست. خب و روی اینها یه دونه پایه کوتاه میبافم تا یک زنجیره قبل از اینجا که پایه ساده بافتم و علامت گذار گذاشتم. پس روی اینا پایه کوتاه بافته میشه. به یک پایه قبل از علامت گذار رسیدم و روی اینجا یه دونه پایه ساده میبافم. پایه سادم رو یک پایه میارم عقب‌تر و روی اینجا پایه ساده بافته میشه. اینم دقیقا مثل کفی سمت راست هست. علامت گذار اینجا رو برمیدارم و روی اینجا پایه بلند بافته میشه. پایه بلند هام رو میبافم، 2 و 6. خب من اینجا 6 تا پایه بلند بافتم تا این 2 تا پایه بلند اینجا. ببینید اینجا یه دونه پایه بلنده، اینجا هم یه دونه است. اینجا اون 3 تا پایه کوتاه زنجیره آخر هست و الان روی اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، روی این یکی هم 2 تا پایه بلند بافته میشه. روی اینجا یه دونه پایه بلند، دوباره از داخل اینجا 2 تا. پس این رو 2 تایی کردم، اینم همینطور 2 تا روی پایه بافته میشه. این برای پای چپ هست و این پای بلندها این سمت میفته، انگشت شست این سمت هست و روی این پای کوتاه اینجا هم 2 تا باید ببافم. اولیش رو پای بلند میبافم و بعدی که میخوام اینجا ببافم پای ساده میبافم، چون روی بعدی ها میخوام پای کوتاه ببافم تا اینجا یه حالت صافی داشته باشه. نخ رو میگیرم، از داخل اینجا رد میکنم، همینجا که قبلا بافته بودم، نخ رو میکشم بالا و پای ساده میبافم. روی اینجا 2 تا پای بلند زدم، اینجا هم همینطور و روی آخری یه دونه پای بلند زدم، یه دونه پای ساده زدم. اینجا الان 2 تا پای کوتاه دارم، یه دونه پای بلند دارم و روی اینجاها میخوام پای کوتاه ببافم. الان ببینید روی اولی پای کوتاه میبافم، یکی، دوباره از داخل همینجا رد میکنم و میبافم، بعد 2 تایش میکنم. پس 2 تا پای کوتاه بافتم، روی اینجا هم 2 تا بافته میشه، 1 و 2. خب روی سومی اول یه دونه پای کوتاه میبافم و دومین پایه که میخوام ببافم پای ساده میبافم. پس اینجا قسمت جلوی کفی سمت چپ میشه و روی اینا پای بلند میبافم تا اینجا که علامت گذار گذاشته بودم. خب تا اینجا پای بلندامو زدم، علامت گذار اینجا رو بر میدارم، اینجا پای ساده است و روش پای بلند میبافم. ببینید الان من اینجا 7 تا پای بلند بافتم و روی بعدی میام پای سادم رو میبافم. نخ رو میگیرم و روی اینجا پای ساده بافته میشه و روی هر کدوم از اینا پای کوتاه میبافم تا به 2 تا پایه آخر برسم.
تا اینجا پایه کوتاهام رو بافتم تا این دوتا پایه آخر و مثل کفی سمت راست روی اولی دوتا پایه کوتاه می بافم 1 و 2. روی بعدی یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. علامت گذار اینجا رو بر می دارم و روی اینجا هم دوتا پایه کوتاه بافته میشه 1 و 2. روی اولی یه دونه علامت گذار میذارم. خب الان میخوام رج سوم رو شروع کنم. روی اولی یه دونه پایه کوتاه میبافم، روی دومی که دوتا پایه است وسط این دوتا پایه کوتاه بافته میشه 1 و 2 و روی همه پایه ها یه دونه پایه کوتاه میبافم تا این قسمتی که اولین دوتا پایه بلند رو زدم. پس روی همه پایه کوتاه بافته میشه تا این قسمت. پایه کوتاه ها رو بافتم تا اینجا اومدم روی این پایه دوتا پایه بلند زدم، اولین دوتا پایه بلندم و اینجا روی این دوتا پایه کوتاه میبافم 1 و 2. اینجا دوتا میبافم، وسط این دوتا یه دونه بافته میشه و بعدی دوتا بافته میشه 1 و 2. ببینید پس اینجا دوتایی شد، بعد تکی، بعد دوتایی. روی همه پایه ها پایه کوتاه بافته میشه تا اینجا. این قسمتی که آخرین دوتایی هست، یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پایه ساده است این قسمت اینجا. خب پس روی همه یه دونه پایه کوتاه میبافم 1 2 آخرین دوتایی که اینجاست یه دونه پایه کوتاه یه دونه پایه متوسط و روی اولی یه دونه پایه کوتاه میبافم و وسط این دوتا ببینید اینجا دوتا پایه کوتاه بافته میشه 1 و 2. این قسمت کفی سمت چپ هم به این صورت بافته میشه. دیگه روی همه پایه ها پایه کوتاه میبافم تا این قسمت انتهای رج. روی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. اینجا هم یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. ببینید این اون دوتا پایه کوتاه هست که اینجا زدم، وسطش دوتا پایه کوتاه بافته میشه 1 و 2. روی پایه آخر هم یه دونه پایه کوتاه بافته میشه. ببینید الان اینجا ابتدای رج هست. نخم رو قیچی میکنم، نخ رو میکشم بیرون، علامت گذار رو بر میدارم. ببینید اینجا دوتایی هست و از داخل گندمی دومی رو میگیرم، نخ رو میکشم بیرون. این آخرین گندمی که بافتم از اینجا رد میکنم. میتونم با یه قلاب نازکتر این کار رو انجام بدم که راحت تر باشه. ببینید از داخل این گندمی رد کردم و میکشم بیرون. دوتا کفی سمت راست بافتم و دوتا سمت چپ و روشون آب اسپری کردم و خوب صافشون کردم، مرتبشون کردم و الان میخوام دوتا به همدیگه وصلشون کنم. برای دمپایی سمت راست یه دونه از کفیای سمت راست برمیدارم. ببینید این قسمتی که پای بلند هست این سمته و یه دونه چپ برمیدارم. ببینید این پای بلند ها این سمت هست و اینا رو به این صورت رو هم قرار میدم. و همونطور که میبینید کفی سمت راست باید رو باشه. برای دمپایی پای چپ هم همینطور یه دونه راست برمیدارم، یه دونه چپ و اینطوری رو هم دیگه میذارم و برای دمپایی پای چپ کفی سمت چپ رو قرار میگیره و همونطور که میبینید پای بلندها اینجاست. پس این برای پای چپ هست و این یکی برای پای راست. روش وصل کردن هر دو تا کفی مثل هم هست و یکیشو با هم انجام میدیم. از همین نخ استفاده میکنم و قلاب 4 میلیمتر. مرتبش کردم و رو هم دیگه گذاشتم. از اینجا این گندمی کفی رویی رو میگیرم، کفی زیری هم میگیرم
نخ رو میفرستم بالا و دوباره گندمی لبه کفی روی رو میگیرم و کفی پشتی. این نخ رو از داخل این رد میکنم. دوباره این گندمی اینجا رو میگیرم. اینم همینطور. نخ رو میفرستم بالا، از داخل این رد میکنم. گندمی اینجا و گندمی کفی زیری. پس دور تا دور به این صورت وصل میکنم و ببینید گندمی ها این قسمت میفته. به همون ترتیب دوتا کفی رو به هم دیگه وصل کردم. نخم رو دیگه قیچی میکنم. اینجا آخرین باری بوده که این دوتا گندمی رو گرفتم و بست زدم. اینجا نخ ابتدای کارم هست. این نخ اینجا رو میکشم بیرون و اینجا رو میخوام به این سمت وصل کنم. این گندمی اینجا رو میگیرم. این نخ رو از داخل اینجا رد میکنم. از این قسمت پشت از اینجا رد میکنم. از داخل آخرین گندمی که بافتم. بعد نخ رو میفرستم این سمت. اینجا هم ببینید مرتب میشه. ابتدا و انتهای رج. این دوتا نخ هم یک مقدار وارد بافتم میکنم. دوتا کفی رو از قسمت لبه به همدیگه وصل کردم. از این قسمت وسط هم باید به همدیگه وصلشون کنم تا اینجا اینطوری نباشه. قشنگ اینطوری به همدیگه وصل بشن. من خواستم اون گندمیام این قسمت روی کفی باشه، ولی برای این قسمت وسط میخوام این پشت باشه و از اینجا باید ببافم. از این قسمت وسط اینجا که اومده بودم ابتدای کار زنجیره زده بودم، از این سوراخ‌های اینجا باید رد کنم. اینجا رد میکنم. از این قسمت پشت هم دقیقا باید از این قسمت وسط رد بشه. نخ رو دستم میگیرم، میفرستم این سمت. از اینجا رد میکنم. از این قسمت پشتم از اینجا رد میشه. نخ رو میگیرم، میکشم بالا و از اینجا رد میکنم. بست میزنم. دوباره از اینجا رد میکنم. از اینجا نخ رو میگیرم، میکشم بالا و از اینجا رد میکنم. پس تا اینجا به همین ترتیب میبافم. اینجا الان آخرین سوراخی هست که اینجاست برای این قسمت وسط. از اینجا رد میکنم. از این قسمت پشتم از این وسط باید رد شه. میکشم بالا و از اینجا رد میکنم. اینجا هم به این صورت وصل کردم. نخش رو قیچی میکنم. میکشم بیرون و از همینجا یک مقدار وارد بافتم میکنم. این نخ اینجا هم باید بفرستم اون سمت. و از اینجا یک مقدار میکشم وارد بافتم میکنم. اینم همینطور. اینجا قسمت زیر کفی هست، اینجا روی کفی. برای قسمت رویه دمپایی میخوام 4 تا نوار ببافم. برای هر لنگش 4 تا بافته میشه. در مجموع میشه 8 تا نوار که دقیقاً شبیه به هم بافته میشه. و برای رویه میخوام از این نخ استفاده کنم که رنگ لیمویی هست. قلابی هم که برداشتم متناسب با نخم 5 میلیمتر هست. متناسب با سایزم و نخم میخوام بیام 15 تا زنجیره بزنم و باید طوری باشه که خوب روی پا رو بپوشونه و پا به راحتی بتونه بره داخل و بیاد بیرون و به راحتی دمپایی پوشیده بشه. یه دونه گره میزنم، ولی این گره رو صفر نمی کنم. بعداً داخل اینجا هم میخوام پایه بزنم و 15 تا زنجیره میزنم. 1 2 من 15 تا زنجیره زدم و الان میخوام پایه کوتاه ببافم. داخل این زنجیره ها نمیام پایه ها رو بزنم.
میرم قسمت پشت و این برآمدگی ها و این گره هایی که اینجا هست رو میگیرم و داخل اینا میام پای کوتاه میبافم. خب برای ابتدای رج یه دونه زنجیره جا میذارم، زنجیره آخر رو، و میرم پشت کار. این گره‌ای که اینجاست رو میگیرم، نخ رو میگیرم میکشم بالا، 2 تا نخ دارم و این 2 تا رو با هم میگیرم میبافم. این میشه پای کوتاه و به همین ترتیب تا انتها میبافم و من 14 تا پای کوتاه باید ببافم. این اولی بود، الان دومی این قسمت رو میگیرم، نخ رو میکشم بالا و میبافم. پس تا انتها به همین ترتیب پای کوتاه بافته میشه. تا اینجا من 13 تا پای کوتاه بافتم. این گره آخر هست و یه دونه پای کوتاه میبافم. پس 14 تا پای کوتاه اینجا بافتم. ببینید الان به این گره ابتدایی کار رسیدم که گفتم سفتش نکنید و داخل اینجا میام 3 تا پای کوتاه میبافم. این گره اینجا رو میگیرم، نخ رو میکشم بالا، یه دونه پای کوتاه، دوباره داخل همین 2 تا، دوباره 3 تا. پس داخل اینجا 3 تا پای کوتاه بافتم. این نخم میذارم بالای بافتم و اینطوری لابلای بافتم میره. بعد ببینید روی هر کدوم از این گندمیایی که اینجاست به همین ترتیبی که اینجا بافتم میام پای کوتاه هم برای اینجا میبافم. ببینید هر 2 تا گندمی رو با هم دیگه نمیگیرم. این سمتش رو میگیرم. این نخم خب لابلای بافتم میره. و یه دونه پای کوتاه میبافم. دوباره ببینید گندمی بعدی از داخلش رد میکنم و این سمتش رو میگیرم. و تا انتها به همین ترتیب پای کوتاه میبافم. تا اینجا بافتم 12 تا پای کوتاه. این گندمی اینجا 13 و این آخری 14. خب ببینید به این زنجیره رسیدم که ابتدای کار اومده بودم جا گذاشته بودم. این سمتش رو میگیرم، اینی که روبروی خودم هست و داخل اینجا 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 دوباره 2 و 3. 3 تا داخل این بافتم و نخم رو دیگه قیچی میکنم، اینطوری میکشم بیرون. اینجا پایه اولم هست روی پایه دوم. این گندمی اینجا رو میگیرم، نخ رو میفرستم پشت. بعد این آخرین پایه‌ای که بافتم، این گندمی اینجا، این گره پشت رو میگیرم، از داخل این گندمی رد میکنم، نخ رو میپیچونم دور قلاب و میکشم بیرون. ببینید این قسمت ابتدا و انتهای رج هم این شکلی میشه. 15 سانتی متره و دقیقاً همون سایزی هست که میخوام. این نخ اینجا هم با استفاده از قلاب یک مقدار میکشم داخل بافتم و اضافیش رو قیچی میکنم. چهار تا نوار به همون اندازه بافتم، یک مقدار صافشون کردم، نخ بر میدارم با همون قلاب 5 میلیمترم اینها رو از این قسمت به هم دیگه وصل میکنم. از همینجا که اومده بودم 3 تا پایه زده بودم. این انتهای پایه ها ببینید، این گندمی های اینجا. از اینجا رد میکنم، نخ رو میفرستم داخل کار و یه دونه زنجیره میزنم اینجا. بعد دوباره داخل همینجا یه دونه پای کوتاه میبافم. روی پایه بعدی یه دونه پای کوتاه میبافم. روی پایه بعدی هم همینطور. روی هر کدوم از این پایه ها اینجا که 3 تا بود 3 تا پایه بافتم. بعد بعدی رو دستم میگیرم. دوباره از این قسمت روی این 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 بالای اینجا 2
و 3. خب بعدی رو برمیدارم و به همون ترتیب اینم آخری. 1 2 و 3. خب نخ رو قیچی میکنم و میکشم بیرون. از یک سمت به هم دیگه وصلشون کردم. این دوتا نخ رو از این قسمت پشت یک مقدار میکشم وارد بافتم میکنم با یه قلاب کوچیکتر. 4 تا نوار رو به این صورت به هم دیگه وصل کردم و این رو من میخوام الان برای کفی سمت راست یعنی دمپایی سمت راست انجام بدم و نحوه بافت لنگه سمت راست و چپ با هم متفاوت است. پس این رو من الان برای لنگه سمت راست میخوام انجام بدم. این دوتا الان قسمت وسط هستن و این رو میندازم روی این. بعد این که سمت چپ هست رو میندازم روی این. اینی که سمت راست هست میره زیر این. به این صورت. ببینید الان این دوتا وسط هستن و دوباره همین ترتیب 4 تایی که انجام دادم رو انجام میدم. این میاد روی این. این سمت چپی میاد روی این. و این سمت راست میره زیر این. دوباره این دوتای وسط این میاد روی این قرار میگیره. به همین صورت میگیرم، مرتبش میکنم. ببینید الان از اینجا به همین ترتیبی که هست این 4 تا رو به هم وصل میکنم و اینجا رو یه دونه سنجاق میزنم. این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم که تکون نخوره. اینجوری قلاب رو بر میدارم و دقیقا مثل همینجا میخوام وصل کنم. از این گوشه اینجا میگیرم. این 3 تا پایه‌ای که اینجاست. نخ رو وارد کار میکنم و یه دونه زنجیره میزنم. داخل همین یه دونه پایه میبافم. 1 روی پایه بعدی 2 و 3. خب به همین ترتیبی که اینجاست اول این رو وصل میکنم. 1 2 و 3. 1 2 و 3. الان این رو میخوام وصل کنم. 1 2 و 3. و اینم آخری. 1 2 و 3. بعدش نخ رو باید قیچی کنی که نخ منم خب تموم شد و اینطوری میکشم بیرون. این علامت گذار اینجا رو باز میکنم. این نخ ها هم همونطوری که اینجا انجام دادم یک مقدار از پشت میکشم و وارد بافتم میکنم. مرتبش میکنم. خب این بافت رو اینطوری از هم باز میکنم. این نوار از سمت راست به چپ میره برای لنگه سمت راست. این روی دمپایی رو میخوام به کفی وصل کنم. باید جاش رو مشخص بکنم. اینجا روی هر کدوم از اینها من اومدم یه دونه پای کوتاه بافتم. یعنی روی هر کدوم 3 تا بافته شده. 3 4 تا میشه 12 تا. پس اینجا باید روی 12 تا از این گندمیا وصل بشه. این لنگه سمت راست هست و اینجا پای کوتاهه. این رج آخر اینجا یه دونه پای کوتاه هست. اینجا داخلش 2 تا زدم و بالای اولی اومدم علامت زدم. بعد اینجا 11 تا گندمی شمردم تا این قسمت و روی اینجا علامت زدم. ببینید اینجا پای بلند هست. این داخلش 2 تا پای کوتاه زدم. یه دونه تکی و یه دونه دوتایی. بالای این تکی رو اومدم علامت زدم و مابینش ببینید 11 تا گندمی هست. و از اینجا تا این قسمت رو علامت زدم که 13 تا گندمی هست. اینجا 12 تا بود. اینجا 13 تا رو علامت زدم و این سمت هم همینطور 13 تا
جدا کردم از این قسمت تا اینجا که علامت زدم 13 تا گندمی هست. ببینید اینا دقیقاً روبرو هم هستن. از این نخ میخوام استفاده کنم برای وصل کردن و ببینید یک مقدار بریدم و قیچی کردم. هر دو سر نخ باید آزاد باشه و از قلاب 4 میلیمتر استفاده میکنم، یه مقدار کوچیک‌تر که راحت تر بتونم انجام بدم و از اینجا میخوام وصل کنم. ببینید به این صورت میذارم. این نوار از سمت راست به چپ میره. این 12 تا گندمی هست برای پایه های اینجا و این قسمت اومدم یه دونه زنجیره زدم، نخ رو وارد کارم کردم. این زنجیره اینجا رو میگیرم، این اولین گندمی که اینجا علامت زدم از اینجا رد میکنم. ببینید از قسمت پشت درش میارم. نخ رو دستم میگیرم، میکشم بیرون، از اینجا هم میکشم بیرون. ببینید یک مقدار اینطوری میکشم بیرون. خب نخ رو وارد کارم کردم و الان دونه دونه این گندمیای لبه رو میگیرم. ببینید این گندمی رو میگیرم، ببینید و از این قسمت گندمی دوم رد میکنم. ببینید از قسمت پشت از اینجا در میاد و این نخ رو اینطوری میپیچونم دور قلابم و روی این گره‌ای که اینجاست میفته. نخ رو میپیچونم و میکشم بیرون، از داخل این گندمی هم رد میشه. ببینید کل نخ رو میکشم بیرون، به خاطر این باید انتهاش باز باشه. بعد دوباره از همینجا که رد کرده بودم از اینجا رد میکنم، میفرستم این سم. دیگه گندمی اینجا رو نمیگیرم، این رنگ لیمویی رو، و یک دور نخ رو میپیچونم از اینجا رد میکنم. دوباره کل نخ رو میکشم بیرون و این قسمت رو سفت میکنم. الان گندمی بعدی رو میگیرم، از اینجا سری قبلی رد کردم، الان از اینجا رد میکنم، میفرستم این سمت. ببینید این نخ دور قلاب پیچیده میشه و روی این گره میفته. کل نخ رو میکشم بیرون و دوباره به همون ترتیب که سری اول انجام دادم. دوباره از اینجا رد میکنم، دیگه از داخل این رد نمی کنم، نخ رو میپیچونم و میکشم بیرون. سفتش میکنم. دوباره قسمت روی کار، این گندمی رو میگیرم، از اینجا رد میکنم، میفرستم پشت، نخ رو میپیچونم و کل نخ رو میکشم بیرون. دوباره از همینجا که قبلا رد کرده بودم پس دیگه به همین ترتیب که انجام دادم تا انتها این رویه رو به کفی وصل میکنم. تا این قسمت وصل کردم. الان یه دونه از این گندمی ها باقی مونده. این علامت گذار رو بر میدارم، این گندمی رو میگیرم و از اینجا دوباره از اینجا رد میکنم و به این صورت. این قسمت رو به این صورت وصل کردم و این نخی که الان پشت کار هست یک مقدار میکشم وارد بافتم میکنم. این نخ ابتدای کار هم از اینجا رد میکنم و میفرستم پشت کار. این هم یک مقدار میکشم وارد بافتم میکنم. بعد این قسمت این سمت هم دوباره یه دونه
نخ دیگه بر می دارم و از اینجا دوباره به همون ترتیبی که اینجا انجام دادم به این قسمت وصل می کنم. اینجا نخ رو وارد کارم می کنم، از داخل این زنجیره اینجا رد می کنم اول. بعد 12 تا اینجا گندمی دارم بالای پایه ها و به همون ترتیبی که اینجا وصل کردم این قسمت هم تا انتها وصل میشه. برای لنگه سمت چپ دوباره 4 تا از این نوارها به ید ببافید و از این قسمت به هم دیگه وصلشون کنید و نحوه بافتش یک مقدار با سمت راست متفاوت هست. ببینید این 4 تا رو من اینجا دارم و این دوتای وسط رو در نظر میگیرم. اول این میاد روی این یکی به این صورت. بعد این رو که سمت راست هست میندازم روی این و این که سمت چپ هست میره زیر این. خب الان ببینید این دوتا وسط هستن و دوباره همین ترتیب رو انجام میدم. ببینید برای وسط این میاد روی این مثل قسمت پایین که انجام دادم، دوباره این میاد روی این و این میره زیر این. دوباره ببینید این دوتا وسط هستن و این سمت چپیه میاد روی این قرار میگیره. مرتبش میکنم. دقیقاً مثل اون سری که با هم انجام دادیم از اینجا به این ترتیب به هم دیگه وصل میکنم. اینجا رو میتونم سنجاق بزنم که تکون نخوره، ولی به این ترتیب اول اینجا بعد این و بعد این رو میبافم و به هم دیگه وصلشون میکنم. ببینید الان برای سمت چپ هست، این نواری که اینجاست از سمت چپ میره به سمت راست، اینطوری روی دمپایی قرار میگیره و دقیقا مثل لنگه سمت راست که با هم انجام دادیم به کفیم وصلش میکنم. خب این قسمت روی لنگه سمت چپ هم دقیقا مثل لنگه سمت راست از اینجا وصل کردم و همونطور که میبینید این نواری که اینجاست از سمت چپ به سمت راست رفته. هر دو تا روی یه دمپایی رو به کفیا وصل کردم همونطوری که نشونتون دادم و ببینید این قسمت هم این شکلی میشه. چقدر مرتب و منظم هست. این لنگه سمت راسته، این لنگه سمت چپ هست. خب اینم از آموزش این مدل دمپایی. امیدوارم که استفاده بکنید و لذت ببرید. ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید. از بافتنی لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافظ.